سلام، وقتتون بخیر باشه. صدای منو از ارزش والت میشنوید. ارزش والت یه پلتفرم توکنایز داراییه و ما تو یوتیوبمون تلاش میکنیم پروژه های توکنایز دارایی تو دنیا رو بهتون معرفی کنیم. پروژه که امروز معرفیش میکنیم واتر اکت یا توکنایز آب یا توکنایز باز مصرف آب در محیط های صنعتیه. خب بیایید با هم یه نگاهی به سایت هایپرکیوب و پروژه واتر اکت بندازیم. یه ویدئویی توی صفحه اول سایتشون هست که این ویدئو رو با هم دیگه میبینیم. شرکت هایپرکیوب این پروژه رو راه اندازی کرده و توکن WTR در اثر باز مصرف آب تو محیط‌های صنعتی تولید میشه. توی این پروژه API هایی متصل میشن به وسایل دبی سنج، لوله ها، دم و دستگاه های تصفیه آب و میزان آبی که داره باز مصرف میشه توی محیط صنعتی، توی کارخونه، تو هر کسب و کاری رو محاسبه میکنن و بر اساس هر متر مکعب آبی که باز مصرف میشه یه توکن WTR صادر میشه. خب توی این قسمت از سایت هایپرکیوب و واتر اکت خیلی کوتاه توضیح داده شده که پروژه چیه. پروژه از طریق اتصال API به شمارنده های صنعت آب محاسبه میکنه که چند متر مکعب آب در یک فضای صنعتی در یک کارخونه باز مصرف شده. به ازای هر یک متر مکعب آب باز مصرف شده یک توکن WTR صادر میشه. توضیح داده شده که این توکن چطور میتونه استفاده بشه. شرکت ها میتونن این توکن رو بخرن و با خریدن این توکن بدهی های آبی خودشون رو توی گزارش های پایداری سالیانه‌ای که منتشر میکنن تصفیه کنن. از طرفی میتونن داوطلبانه این توکن ها رو بخرن، چون پولی که از داخل این توکن ها در میادش و شرکت هایپرکیوب اعلام کرده که این درآمد میره برای باز تولید منابع آب و به پروژه های دیگه شبیه همین پروژه هایپرکیوب کمک خواهد کردش. شیوه دیگه‌ای که میشه از این توکن ها استفاده کرد اینه که تولید کننده این توکن ها، یعنی کارخونه‌ای که به واسطه باز مصرف این آبی که در کارخونه‌اش داره استفاده میشه توکن صادر میشه، میتونه این توکن رو توی صرافی ها و پلتفرم های مبادله دارایی‌های دیجیتال و رمزارز و توکن به فروش بذاره. کمی پایین‌تر که بیایم سوالات متداول هستش. اینجا هم باز درباره پروژه سوالات جالبی رو جواب داده، از جمله این که چطور محاسبه میشه آب مصرفی، آب باز مصرفی و چطور وصل میشه به توکن واتر اکت که قبل از این براتون توضیح دادم. سوالی درباره واتر کردیت یا اعتبار آبی جواب داده و گفته که واتر کردیت یا اعتبار آبی چیزی شبیه کردیت های کربن هستن، وسیله برای اینکه شرکت ها بتونن توی گزارش های سالیانه پایداری که منتشر میکنن بدهی های محیط زیستی خودشون رو تصفیه کنن، از جمله مصرف آب توی این مورد خاص. پرسیده شده که آیا بلاک چین انرژی بیش از حدی مصرف نمیکنه برای همچین پروژه‌ای و جواب داده شده که با استفاده از بلاک چین الگوراند که یه اکوسیستم دوستدار محیط زیسته و مصرف کربنش کمه به واسطه پروتکل پروف آف استیک یا اثبات سهم که برخلاف پروتکل های پروف آف ورک یا اثبات کار انرژی کمتری مصرف میکنن، به این واسطه الگوراند گزینه مناسبی بوده برای اینکه این پروژه روی این بلاک چین شکل بگیره. درباره اعتبار سنجی این پروژه سوال شده و خب واتر اکت سایت واتر اکت هم توضیح داده که با چه نهادی برای تایید این گزارش ها و این شیوه تولید توکن همکاری داره میکنه. و پرسیده شده که چرا یک کمپانی باید توکن WTR رو بخره و گفته شده که کمپانی ها میتونن به شکل داوطلبانه‌ای و تعهد داوطلبانه خودشون رو نشون بدن، از جمله مثل آمازون، گوگل، متا که تو همچین پروژه های مشارکت دارن. نمیدونم توی این پروژه چقدر مشارکت داشتن، یا میتونن به واسطه الزامات قانونی که دولت ها براشون میذارن مجبور باشن این توکن رو بخرن. از جمله از یک چارچوب کاری جدیدی در اتحادیه اروپا حرف زده
که جزئیاتشو باید حالا بعداً اگر علاقه‌مند باشید دنبال کنید، و یا اینکه فقط به خاطر استراتژی‌های مارکتینگشون و برای نشون دادن اینکه یه بیزینس سبزتر و محیط دوستدار محیط زیست هستن این کارو بکنن. پایین‌تر کمپانی‌هایی معرفی کرده که بیشترین تعداد توکن های این پروژه رو خریداری کردن و کمی پایین‌تر هم به منابع تولید این توکن اشاره کرده از گروه صنعتی VDP در ایتالیا که یک گروه صنعتی در حوزه فولاد نام برده. همونطور که می‌بینید اینجا آدرس ولت اینها توی این پروژه هم ذکر شده، توضیحی دربارشون هست، میتونیم بریم ببینیم که چطور داره محاسبه میشه. خب اینجا اطلاعاتی درباره VDP وجود داره و اینکه چند متر مکعب باز مصرف کرده آبو و در واقع چند تا توکن تونسته تولید کنه. این رقمی که اینجا هست چیزی بیش از 3,400,000 متر مکعب باز مصرف آبه. وقتی داخل پروفایلشون میشیم گزارش هایی از مصرف آبشون رو میبینیم، گزارش هایی که روزانه تولید شدن. وقتی کلیک کنیم روش مثلا اینجا میبینیم که در چه ساعتی، در چه روزی، چه مقدار آب باز مصرف شده. دیتاها کاملا واضح و مشخص اینجا گذاشته شدن و لوکیشن دستگاه های شمارنده باز مصرف آب هم اینجا گذاشته شده. خیلی همه چی واضحه. خب و وقتی هم که برمیگردیم به صفحه اصلی سایت و کمی پایین تر میایم، پروژه های دیگه ای که وعده داده شده به زودی اتفاق بیفته توسط هایپرکیوب معرفی مختصری شدن تیتروار، از جمله پروژه تکستایل ویست یا هدر رفته پارچه، از جمله پروژه پلاستیک کلکشن یا جمع‌آوری پلاستیک، احتمالاً یه پروژه برای بازیافت پلاستیک، و پروژه کربن کپچر که احتمالاً پروژه درباره میزان مصرف کربن تو صنایع. امیدوارم که از معرفی مختصر این پروژه WTR چیزی دستتون رو گرفته باشه و بهش علاقه‌مند شده باشید. کانال یوتیوب ارزش ولت رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو برای دوستاتون بفرستید، کامنت بذارید و کمک کنید که ما دیده بشیم. توکنایز ارزش داره.